بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. عزیزان بیننده، وقتی که ما صحابه میگوییم یک شخصی البته مقدس به ذهن ما میآید، یک شخصی که چشم مبارکش به پیامبر صلی الله علیه و سلم افتاده است، شخصی که پیامبر را تصدیق کرد، شخصی که برای پیامبر جانبازی کرد، شخصی که دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم را نشر کرد، شخصی که برای پیامبر علیه و سلم برای دعوت پیامبر جانبازی کرد، شخصی که تمام داری و ناداری خودش را برای همین دین پیامبر صلی الله علیه و سلم صرف کرد. البته اینا تعریف اصطلاحی دارند، علما مثلا محدثان تعریف خودشون دارند، فقها تعریف خودشون از صحابه دارند. مثلا ببینیم که در جنگ تبوک پیامبر صلی الله علیه و سلم همراهشون 30,000 نفر به جنگ برآمدند، یا در حجۃ الوداع می‌بینیم که با پیامبر صلی الله علیه و سلم 100,000 نفر یا که کمتر زیادتر انسان در حج اشتراک کرد. همه اونها پیامبر صلی الله علیه و سلم را دیدند. آیا به همه اونها اطلاق می شود یا نه؟ یعنی که عباره یا اینکه اصطلاح صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. می‌بینیم که علمای حدیث میگن که هر شخصی که در بیداری پیامبر صلی الله علیه و سلم را دید و با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آورد و با همین ایمان خودش از دنیا رفت، همین انسان صحابی هست. این تعریف خیلی تعریفی وسیع است و تعریف خیلی شامل است. در مقابل اون تعریفی که مثلا فقها میکنند و میگن که اونجا یک شرطی کمتر وزنی‌تر میگذارن. فقها میگن که صحابی اونهایی هستند که یعنی با پیامبر یک مدت معین نشسته باشن، بعضیشون 6 ماه گفتن، بعضیشون 1 سال گفتن، بعضیشون باید یک غزوه داشته باشد. یعنی که همه خیلی بعضی محدودیت‌ها گذاشتن. فرقیت بین اهل حدیث و اهل فقه است، لکن به شکل عام یعنی که اونا اتفاق دارن که دیدنی پیامبر صلی الله علیه و سلم در بیداری، برای اینکه انسان اگر در خواب پیامبر را ببیند و صحابه اعتبار نداره، بنابراین قید یقظه یا اینکه بیداری را اونها اضافه کردن در تعریف. و اینچنین با ایمان پیامبر رو دیدن ایمان آوردن و با ایمان وفات کردن، یعنی که به همه ایمان خودش از دنیا گذشتن است. چون که مثلا ببینیم ابو جهل هم پیامبر دیده است لیکن ایمان نآورد است به پیامبر صلی الله علیه و سلم. یا بعضی بودن که به پیامبر ایمان آوردن لیکن مرتد گذشتن، مثل شوهر ام حبیبه که در حبشه نصرانی شد. بنابراین تعریف هم یک تعریف چی است، هم جامع است هم مانع است به اصطلاح. ببینیم برادران، تعریفی که محدثا کردن خیلی تعریف وسیع هست. در اینکه اینجا یعنی که همه انسانی که پیامبر یک بار دید باشن، با پیامبر ایمان آورده باشن، به همون ایمان خودشون وفات کرده باشن، اونا داخل میشن. که همون 100,000 که در مثلا حجۃ الوداع بود، یا اینکه همون کودکایی که تا در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم پیامبر دیدند و ایمان آوردن، تا بعضی بر اساس همین تعریف محمد ابن ابوبکر را که پیش از حجۃ الوداع، یعنی که 3 ماه پیش از حجۃ الوداع تولد شده بود، اینکه 1 ماه پیش تولد شده بود و پیامبر وقتی وفات کردند 3 ماه یا 4 ماه یا 6 ماه عمر داشت، اونم از جمله صحابه حساب میکنن بعضی. بنابراین علما خیلی سعی کردن، تلاش کردن برای معرفی کردن صحابه. برای چه صحابه اینقدر برای ما مهمن؟ برای اینکه اونها هستن که دین پیامبر به ما رسوندن. اونها بودن که پیامبر چه خیلی نماز میخوندن، چه خیلی طهارت میکردن، چه خیلی فلان عبادت رو اجرا میکردن. مظهری پیامبر صلی الله علیه و سلم، سیرت و سیری پیامبر صلی الله علیه و سلم را، سیرت و صورتی پیامبر صلی الله علیه و سلم را باید نقل کردن. بنابراین حیات اونها را آموختن برای ما خیلی مهم است. و علما آمدند و اونها را طبقه بندی کردن. البته ببینید برادر، یعنی که اونی که مثل ابوبکر رضی الله تعالی عنه هست و یا شخصی که بیاید در مثلا آخری عمر اسلام یا آخری عمر پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورد، هیچ وقت برابر نیست. گرچه که هر دوش اطلاق میشه به نام صحابه، لیکن در فضیلت گیریم، در منزلت گیریم، اونها هیچ وقت برابر نیستن. بنابراین اومد و حاکم نیسابوری از امامای حدیث است، تقسیمی که او کرده است بسیار علما به آن اعتماد میکنند و این تقسیم عبارت است از 12 طبقه. یکمین طبقه، این طبقه اهل سابقون، یعنی که اونایی که در اسلام اولین وارد شدن، مثل ابوبکر رضی الله تعالی عنه، مثل علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه، مثل عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه و ابو عبیده و دیگر، عمر ابن الخطاب و غیره. این طبقه اولی صحابه. دوم طبقه اصحاب دارالندوه هستند. دارالندوه یعنی که این طبقه اون طبقه هستند که و اینا بعد از اسلام آوردن عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه در اونجا در نزد ندوه با پیامبر صلی الله علیه و سلم بیعت کردند. سوم اونایی که به حبشه هجرت کردند، مثل جعفر ابن ابی طالب و غیره.
چهارم طبقه اصحاب بیعت عقبه اولا هست، مثل عبادت بن صامت و اسعد بن زراره و غیره از اهل مدینه. پنجم طبقه بیعت دویم عقبه هست که و اینا که اکثر انصارا به همین طبقه میشوند، یعنی که پنجم طبقه. ششم طبقه این اوائل مهاجرانی هستند که به مدینه آمده رسیدند، یعنی که پیامبر صلی الله علیه و از پیامبر صلی الله علیه و سلم، یعنی که پیشتر یا با همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند. طبقه هفتم اونایی که در غزوه بدر اشتراک کردند. طبقه هشتم اونایی که بین غزوه بدر و صلح حدیبیه بودند، مثل مغیره بن شعبه مثلا آوردن. طبقه نهم این اهل بیعت رضوان هستند که در صلح حدیبیه مثلا. و طبقه دهم اونهایی که هجرت کردند بین صلح حدیبیه و بین فتح مکه، مثل خالد بن ولید و عمرو بن العاص. طبقه یازدهم اونهایی که بعد فتح مکه ایمان آوردند، مثل ابو سفیان و معاویه و عتاب بن اسید و غیره. و طبقه دوازدهم همون کودکای مایدکی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را در فتح مکه یا که حجۃ الوداع دیدند. یعنی که همین تقسیم است که اکثر انسانایی که درباره صحابه بنویسن به همین تقسیم بندی اعتماد دارن. من دیدم برادر تعریف اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم چی است. و نکته مهم دیگر است که عدالت صحابه است. معنای عدالت صحابه چی است؟ یعنی صحابه انسانایی هستند که هیچگاه دیده و دانسته به پیامبر صلی الله علیه و سلم دروغ نمیبندند. بنابراین ما وقتی عباره میگیم که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم عدول هستند یا اینکه عادل هستند یا اینکه به هم معناش این است که آنها هیچگاه به پیامبر صلی الله علیه و سلم دروغ نمیبندند. چرا؟ چون که الله تعالی در قرآن آنها را برای ما معرفی کرده، گفت که کنتم خیر امت اخرجت للناس، بهترین امتی هست که شما برای عالمیان برآورده داشتید، برای مردم برآورده داشتید. یا میگید که وکذالک جعلناکم امة وسطا، ما شما را امتی وسط در بین دیگر امت ها قرار دادیم. در جای دیگه که لقد رضی الله عن المؤمنین، الله تعالی راضی شد از مؤمنانی که با همراه تو زیر اون درخت بیعت کردند. و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان. همین آیات ها مثلا میگه اونهایی که سبقت کردن در اول در اسلام، از چه مهاجری باشن چه انصاری باشن، الله تعالی رضایت خودش از اونها بیان میکنه که رضایت الله تعالی معنیش نیست که اونها انسانای عادل هستن، انسانایی هستن که به پیامبر خود صلی الله علیه و سلم هیچگاه دروغ نمیبندند. یعنی همین آیات ها. این دیگر حدیثایی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم اومده است، بعضیش علما ذکر میکنیم، دلالت بر میکنه که صحابه عادل بودن، شخصیتایی که هیچگاه با رسول خدا صلی الله علیه و سلم دیده و دانسته دروغ نمیبستند. اکنون برادر عزیز درباره مکانت صحابه صحبت میکنیم که صحابه چی مکانت دارن و برای شما یک چند حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم و از اقوال از علما رضی الله تعالی عنهم میارم که تو دانیم که صحابه چقدر منزلت بزرگ دارن. چرا اینقدر اهل سنت و جماعت اون رو در یکی از مسائل مهم عقیدوی خود قرار دارن و چرا اهل بدعت به صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم اینقدر هجوم بکنن، یا اینکه اونهایی که دشمنی اسلام دارند و بعد جامعه اسلام برتن کردند لیکن مقصدشون از پیامبر صلی الله علیه و سلم نکوهش کردن است. خب اینجا برادر عزیز ما بعض احادیث و بعض اقوال علما رو برای شما ذکر میکنیم. حدیثی که از واثله بن اسقع اومده است، پیامبر علیه السلام میگن که لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی و صاحبنی. شما در نیکی هستید تا اون زمان در نیکی هستید که بین شما مرد باشد که مرا دیده باشد یا با من هم صحبت شده باشد. والله لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رأى من رآنی و صاحب من صاحبنی. یعنی شما تا اون زمان در نیکی هستید که بین شما شخصی باشد که اونهایی که مرا دیده اند اونها رو دیده اند و اونهایی که با من همصحبت شدند با اونها همصحبت شدند. یعنی که اینجا اشاره به تابعین است. یعنی که اینم مصداق همون حدیثی خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، که بهترین عصر من است، بعد عصری که بعد از آن میاد، بعد از عصری که بعد از آن میاد. و از این هم جالبتر دوستان عزیز میبینیم که ابن مسعود رضی الله تعالی عنه، یکی از صحابه بزرگ و با عظمت پیامبر صلی الله علیه و سلم و یکی از حافظان قرآن، میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره اصحابشون نقل میکنه، میگن که ان الله نظر فی قلوب العباد. یعنی ببینید این چیزی غیبی است، ابن مسعود از خودش نمیگه هیچ وقت، میگه الله تعالی به قلب بندای خودش نظر کرد
فوجد قلب محمد صلی الله علیه و آله و سلم خیر قلوب العباد. بهترین دلها رو دل محمد علیه و سلام یافت. فاصطفاه لنفسی و او رو برای خودش برگزید و بتعثه برسالتی و او رو به رسالت خودش به مردم فرستاد. میگه بعد اون که به دل پیامبر نظر کرد یا نظری دیگری کرد، میگه در دل بنده هاش. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلبه فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد بعد قلبه. بین این یک فضیلت، این یک تزکیه و این یک بزرگی صحابه رو مثال ابن مسعود میگه که خداوند بعد از دل پیامبر به دل تمام بنده ها نگاه کرد، بهترین دلها رو جمع کرد و برای پیامبرش نشون، برای پیامبرش هم صحبت قرار داد. میگه فجعلهم وزراء نبیه، وزیر جانشینای پیامبرش کرد، یاردمچای پیامبرش کرد. یقاتلون علی دینه، در دین پیامبرش، برای نشر دین پیامبر صلی الله علیه و سلم اونها در مقاتله هستند. بعد ابن مسعود با همین سخن خودش را تمام میکنه. این روایت امام احمد ابن حنبل است. ببینید برادر، یعنی که یه صحابه برای ما، برای نسل آینده میگه که هی نسل آینده با از خود نروید، یعنی که صحابه پیامبر نادیده نگیرید. این انسانی هستند که الله تعالی اونها رو اختیار کرد برای همصحبتی محمد صلی الله علیه و سلم. یعنی بهترین دلها، تازه ترین دلها در طول تاریخ بعد از یعنی پیامبرها این دل اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم است. بنابراین امام بخاری رحمت الله علیه هم در کتاب فضایل صحابه صحبت میکنند و حدیث میبرند، به فکرم حدیث اولینشون است در این باب، میگن که یأتی علی الناس زمان یغزو فئام من الناس فیقال لهم فیکم من رأى رسول الله صلی الله علیه و سلم فیقولون نعم فیفتح لهم. بین بزرگی و برکت و منزلت صحابه رو که پیامبر میگن که زمان میاد که مردم در غزوه میروند. یعنی ببینید اینجا پیامبر اشاره دارن که مسلمانان آینده خواهند غزوه ها کردن، خواهند فتح میکنند بعضی مناطق را، مثلا چه فارس باشد، چه روم باشد، چه دیگر مناطق را. و بعضی امروز خاک بر دهنا آمدن مثلا این کار میکنن، فتوحات اسلامی رو میگن این برای غنیمت بوده، پیامبر فتوحات رو نمیخواست، این یک دجالیگری هست. این پیامبر اشاره ها دارن، میگه یغزو، غزوه میکنن. چی از بعض اونجا میگن که یگون نفر شخصی هست که پیامبر رو دیده باشد از بین شما، میگن که بله. بعد میگن با برکت همون انسان برای اونو فتح میشود. و همین چیز، همین شکل در همین حدیث دو بار دیگر تکرار میشود. بنابراین برادر، این چیز بسیار خطرناک است که یک شخص بیاید و به صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم زبان دراز کند. انسانایی که پیامبر میگن که به برکت اونها در غزوه ها فتح برای مسلمانان نصیب میشود. پیامبر علیه السلام درباره خطرناک بودن دشمنی با اصحاب پیامبر میگن که الله فی اصحابی، از خدا ترسید در صحابه من، از خدا ترسید در اصحاب من. لا تتخذوهم غرضا بعدی، بعد از من اونها رو هدف خود قرار مدهید. کسی که اونها رو دوست داشته است برای دوست داشتن من اونها رو دوست داشته است. میگم پیامبر کسی که اونها رو بد بیند برای بدبینی، یعنی که اون من بد میبیند که صحابه من بد دید، من بد میبیند که همنشین من بد دیده، من بد میبیند که اونایی که من دیدن اونها رو بد میبیند. کسی اونها رو اذیت داد، مرا اذیت داد. میگم پیامبر اذاهم فقد اذانی و من اذانی فقد اذى الله. کسی مرا اذیت داد خدا رو اذیت داد است. میگن و کسی که خدا رو اذیت داد نزدیک است که خدا او رو بگیرد. مولا علی خواری میگه که معنی بگیرد یعنی که عقاب هم در دنیا میکند و هم در آخرت. وقتی که این کمیت بزرگ این حدیث ها جمع شد، یعنی که یک حدیث های زیاد درباره فضیلت صحابه و حدیث های زیاد درباره نکوهش از انسان هایی که به صحابه زبان دراز میکنند، چی دانسته چی ندانسته. امام های اهل سنت و جماعت در کتاب های خودشان درباره صحابه باب های خاصی کردند، چی در کتاب های حدیثی و چی در کتاب های عقیدوی. میگذاریم به اقوال امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. امام ابو حنیفه رحمت الله میگن که ولا نذكر احدا من صحابه رسول الله الا بخیر. ما یگان صحابه پیامبر نیست مگر اینکه او رو به نیکی یاد میکنیم. جای دیگه میگن که ولا نتبرأ من احد من اصحاب رسول الله. از یگان صحابه پیامبر ما بیزاری اعلان میکنیم. ولا نوالی احدا دون احد. یعنی ما از حساب یکی دیگرش رو دوست نمیداریم، بلکه همه اونها رو دوست میداریم و بین اونها دشمنی قائل نیستیم. بگم
بعد امام ابو حنیفه میگن که مقام احدهم مع رسول الله، یعنی که نشستی اونها، همصحبتی اونها، دیدنی اونها پیامبر صلی الله علیه و سلم را 1 ساعت هم باشه، میگن خیر من عمل احدنا جمیع عمره و ان طال. یعنی ما تمام عمر خود اگر عبادت کنیم، از می 1 سالگی تا 100 سالگی تون عبادت کنیم، عمرت دراز باشه، میگه یعنی 1 ساعت مقامی که صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم با پیامبر نشسته است با اون برابر شده نمیتونه. دیگه پی کی است؟ امام مذهب ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه. بعد در جای دیگه میگن که و من نقر بان افضل هذه الامه بعد نبینا محمد صلی الله علیه و سلم ابو بکر الصدیق ثم عمر ثم عثمان ثم علی. ما اقرار میکنیم، ما اعتراف میکنیم که افضل این امت بعد محمد صلی الله علیه و سلم این ابو بکر صدیق، بعد اون عمر فاروق، بعد اون عثمان ذو النورین و بعد اون علی مرتضی رضی الله تعالی عنهم اجمعین. دوستان ببینید چگونه امام ما از حریم صحابه دفاع میکردن، چگونه امام ما میگفتن که ما در نزد ما این است که هرچی بین صحابه گذشت ما با اون آمیخته نمیشیم، بین اونها شد گذشت الله تعالی اونها رو حساب کتاب میکند، ما با اون دخالت نمیکنیم، یعنی که زبان خودمون رو به سوی اونها دراز نمیکنیم. امام ابو زرعه محدث بزرگ میگه که اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم فاعلم انه زنديق. اگر دیدی که کسی صحابه رو نقصش رو بیان میکند یا از او یعنی نسبت او زبان درازی میکند، او رو تنقید میکند، دون که وی زندیق است. میگن و ذلك ان الرسول علیه الصلاة والسلام عندنا حق، ما اعتقاد داریم که پیامبر حق هستند و قرآن حق است و این قرآن و این سنت ها رو اصحاب پیامبر بودند که به ما رسوندند و این میخواهد به قرآن طعنه زند، به پیامبر طعنه زند، لیکن نمیتواند، میترسد اگر پیامبر و قرآن آشکار طعنه زند آشکار میشد دیگه کی بدونش. بنابراین میگه به شهود، شاهدان و گواهان قرآن و سنت اونها طعنه میزنند تا اینکه چی؟ پیامبر رو از چشم مردم افتانند، تا اینکه قرآن رو از چشم مردم افتانند. بعد میگن که والجرح بهم اولا، اونها خودشون انسانای مجروح هستند، یعنی که انسانای بی آبرو هستند، انسانای زندیق هستند، انسانهای طعنه‌زیب هستند. و امام احمد بن حنبل میگن که اذا رأيت رجلا يذكر احدا من اصحاب رسول الله علیه السلام بسوء فاتهمه على الاسلام. بسیار خیلی خطرناک است. میگن که اگر دیدی که مرد اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم یا یکی از صحابه پیامبر را به بدی یاد میکند، در مسلمان بودن و شک کن. و امام بربهاری میگن که واعلم ان من تناول احدا من اصحاب رسول الله فاعلم انه انما اراد محمدا وقد اذاه في قبره. اگر دیدی که یک شخص صحابه پیامبر را هدف خود قرار داده است، بدان که میگه مقصدش محمد هدف قرار دادن است، مقصدش قرآن هدف قرار دادن است، مقصدش اسلام هدف قرار دادن است و با این کار خودش، با این همصحبت‌های پیامبر طعنه زدنش و پیامبر را در قبرش اذیت داده است. امام مالک باشن با از این هم واضح‌تر و آشکارتر گفتن که انما هؤلاء اقوام ارادوا القدح في النبي صلی الله علیه وسلم فلم يمكنهم ذلك. اینها یک قومی هستند، همین آدمایی که به صحابه رو گپ میزنن هستند، قومی هستند که میخوان پیامبر قدح کنن، میخوان پیامبر طعنه زنن، پیامبر توهین کنن، پیامبر دروغ پیامبر برانن، لیکن امکان ندارن، میترسند. اسلام با قوت است، اسلام دولت داشت، اسلام یعنی که هم در همه جا که حکومتش پهن شده بود، دولتی پهنوار بود، نمیتونستن آشکارا گپ بزنن. فقدحوا فی اصحابه، شروع کردن به طعنه کردن اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم، تو اینکه چی میگن؟ میگن که رجل سوء، یعنی محمد انسانی بدی بود. میگن ولو کان رجلا صالحا لکان اصحابه صالحین، اگر مردی نیک میشود همنشیناش هم مثل خودش مردمی نیک میشدن. این بود فکر امام مالک رحمت الله تعالی علیه، این بود سخنان امام مالک درباره اونهایی که نسبت پیامبر، نسبت اصحاب پیامبر طعن میزنن. اینه که مالک میگه که کسی که صحابه رو گپ زد و پیامبر گپ زده است، برای اینکه روی شاد، روی راست، آشکار پیامبر نمیتوند گپ زند، از دری صحابه میدارد،
چون که میدن که پیامبر روی شد گپ زند و انسان از دین خارج میشود، مردم میفهمند سیرش فاش میشود، مجبور است که از در از صحابه در صحابه رو تنقید کنه. تو گفت که محمد تو یک انسان نیستی، تو این تربیت کرد نتونستی، 23 سال چیکار کردی؟ 23 سال کار کردی، 3 نفر فقط مسلمان بعد از مرگ تو نعوذ بالله بعضی فرقه های گمراه دعوا دارن، یا اینکه 4 نفر یا اینکه 7 نفر، بعضی روایتشون تا 12 نفر از هم بسیارش میگن، 12 نفر تربیت کرده در تو. یعنی تصور کنید یک انسان باید در دانشگاه معلم باشد، سالها 10 سالها درس دهد، لیکن از اون 10 سال فقط نتیجهش که 3 نفر یا 5 نفر یا 7 نفر یا 10 نفر باشد. آیا این معلمی کامیاب حساب می شود یا نه؟ بنابراین او دشمنان اسلام میخواستند که به پیامبر طعنه زنند، جامعه اسلامی به تنگ کردند و از دری طعنه و ملامت و لعنت و نفرین اصحاب پیامبر در آمدند تا اینکه پیامبر را رسالتش را زیر سوال برند. الله تعالی ما را از این خذلان و از این طعنه زدن به اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم نگه دارد. و در آخر این حلقه را جنببست میکنیم با سخنهای گوهربار امام طحاوی رحمت الله علیه از ائمه احناف. میگن که و نحب اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما تمام اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم را دوست می‌داریم و کسی را از حساب کسی زیادتر دوست نمی‌داریم، چون که کسی را دوست داشته به کسی دیگرش دشمنی نخواهیم کرد. و نبغض من یبغضهم، و بعد میبینیم اونهایی که اصحاب پیامبر بعد میبینن و بغیر الحق یذکرهم، و اینجوری ما اونها رو بعد میبینیم که بغیر حق، یعنی بغیر نیکی اونها رو یاد میکنن. ولا نذکرهم الا بخیر، اونها رو بجز نیکی ما یاد نمیکنیم، فقط اونها رو به نیکی یاد میکنیم. زیرا میگن حبهم دین و ایمان و احسان، دوست داشتن اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم این دین است و ایمان است و احسان است. و بغضهم کفر و نفاق و طغیان، بد دیدن اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم این کفر است و نفاق است و طغیان است. خب تا حلقه آینده دوستان عزیز در پناه الله تعالی باشید.